ادوان چند سالن بوری داب اگر بر بلاوبون امراض تکنولوژیا سردم وکو موبایل و اینترنته رجا خواندوان هم شوه که برچاف نزم ببو و بتایبت جلده ورا بادینان لیتنها داب زاوه که یدا که دوباره بری تا که کرد و بتایبت جی تخوا گنجان که ویتا پرتو که و رجا خواندوانان زده ببید الدهو که سالانه چندین گشت لای گنج و قطابیان و تین رخستن و بجداریت پشانگاه نیو دولتی و حولیر یا پرتو که داد کن اوان دوید ویره که پیامه که بگهین نخلکی که خواندوان پرتوکی نمریه و چه آمیره جی جه پرتوکی ناگیرن. که بحثی برب که این دوک تراده کی باش نبود جبار خواندنه داله افریقا وکی ام بینین یعنی شو که گله که برچافی براب خواندنه چونو اوجی وک بیشتر پیام کرد که خلق افغانجات دنا خلقی بشو که گشتی کندی که دوک جی خواندوانی تن هندی که دوک جی هند گنجی تین حظ خواندنه که رک که گله که دیجی دنا برخوب تنه بو هند که بشن پتر کتاب نی ببینن. گروپا که خوین کارید گنچل پارێزگاه دو که دی برف گشته که وچنش بو عربیله بو بجداری کردن ده بجین پیشانگاه کتابا و نیو دولتی پلاستیکی اینگاه وکا گلکا باشه اورپ شویه که گشتیه که تماشا بکن آست خواندن نبینیم آسته که پیدیا پراستی سراره هبونا اوان بجین دستگاهت خواندنی پرتوکخانا جزیریل دهو که ماوی 8 سالانه گشتن زانستی بو پیشانگاه نیو دولتی یا پرتوک الهبلیر ساست کرد خدا نوید بجید سال بو سال رجا بجدارن و گشته زدد بن و تاف سال جدانیزی که 800 کسان کب سر 37 پاسان دهات بو ندابش کرن بجداری پیشانگاه پرتوک کریه ام شوینا جاره هشته بجدار بین پیشانگاه کتاب دا کو خواندوان دو که همی کم کین و برف پیشانگاه ببین اف دیار دهنت بیت سبب کو همشن خواندوان دو که ببینوی مستوای کو بجین بله ما خواندوان دو که تین و اف خواندوان تنیج همی اون کو گلک حظ خواندن و هیو دوینت یک وقت داد یک جهدا و با کی گنجای بشن کتاب بدست خوب ببینن اف سبب که رئیسی هم و کی دیار تقریبا ام شوینا 800 خواندوان الحکوم کین و برف پیشانگاه ببین تا که 37 کسترگات گل مدانش دو کزاخو بجدارن و گشته بدلیوت بینن بجداریت پیشانگاه نیو دولتی ها پرتوک داب کن وان جدرین واند بین دست خوب بینن و آست خوی زانستی و روشنبیری بلند کن جبر کو هزاران نابونیشان پرتوکات همی بوغرانداتنه نشاندان جهت و ساگلت باشن که مروف بتله و ببینیدن چون که گلک جورن کتابان لهن کوید هن یه زانستینه، هنرینه، روشنبیرینه، یه زارو کنه که بو همی جیان چن بنوره. بو هنده که پتر کتابا بینین و کتابا بخونین چون که کتاب یا بیر آوستیانه بجین بشه کش مروفیم و یا دوی جی بجین کتاب خانه مروفی عقلیه او یا دویا سیجیم مروف کتابی بجین جخصا نابیتن حوال مروفی جیانی است اف گشته گلت باشن که مروف بهت اندک جده رو بخوشی هرب گیریتن بو روشنبیری باشتر هر بو لغتی بو همین دشتا یعنی فربون جی مروف شد که اندک پارتوکاب کرد یه فربونه هر ساکی بید تو ارز بهار دا زوربه یا حوالاتیان قصد ناف سروشتید کن و دمن خوشت برینن لگنج و خواندوان دهو که گشتن زانستید کن و ویرولید بینن یک ناوندن خواندنی و زانکو پیمانگه این مپین را بوین آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام اولیر